چند لحظه سرای خودمون رو خم کنیم. خداوند عزیز، شاه جلال، تو رو شکرت میکنیم ای خداوند، اکنون که در حضور نادیده تو ایستادیم ای خداوند. دعای قلب ما اینه که آواز ما نه در این مکان بلکه در آسمان به گوش تو برسه ای خداوند، چون امروز خداوند ما در یک ساختمان، در یک مکان جغرافیایی جمع نشدیم، بلکه خداوند زنده در تنها مکان برگزیده تو برای پرستش، یعنی در مسیح عیسی به حضور تو اومدیم، جایی که وعده دادی که پرستندگان خودت رو ملاقات خواهی کرده خداوند. و امروز اینجا اومدیم تا تو رو در روح و در راستی بپرستیم ای خداوند، راستی که کلام توه و کلامی که برای این دوره آشکار شده ای خداوند، پیش از بنیان عالم برای امروز مقدر شده ای خداوند. و امروز که خودمون رو خداوند رو در این نبرد روحانی میبینیم، هر بار که با شیپور انجیل همراه میشیم و اون صدای جنگ، اون شیپور جنگ به صدا در میاد، دعا میکنیم که خداوند تو پیش روی ما بخرامی خداوند زنده، و خداوند تو ظفر رو برای ما حاصل کنی، چون در تو هستش که ما غالب هستیم و تو در مسیح عیسی، در بره خداوند زنده، اون قربانی کامل رو برای ما عطا کردی تا ما در او ظفرمند باشیم ای خداوند، چون او بودش که بر موت و عالم اموات غالب اومد و کلید موت رو در اختیار داره ای خداوند و عالم اموات رو. پس خداوند زنده، زمانی که او برخاست ما با او غالب شدیم ای پدر، و امروز در او فاتحان هستیم ای خداوند زنده. پس خداوند ایمان پذیرش این رو اگر نداریم به ما عطا بکنه ای خداوند، عطا کن تا این یک حقیقت ملموس باشه برای ما در زندگیمون ای خداوند زنده، تا این حقیقت ما رو به اطاعت کلام تو برسونه، تا خون عیسی مسیح بر ما قرار بگیره ای خداوند. عطا کن تا پدر در هر آنچه که گفته و شنیده میشه نام مبارک تو در بین ما جلال پیدا بکنه و در بین ما برافراشته بشه، تا خداوند زنده اون چیزی که به ما میگی امروز خداوند باعث منفعت ما باشه برای مسیری که داریم در پیش داریم ای خداوند، در این سفر روحانی ما رو همراهی بکنه و امداد بکنه ای خداوند، تا بتونیم فرزندان بهتری برای تو باشیم، بتونیم بهتر و بهتر تو رو آشکار کنیم در این دنیا و تو رو بهتر در کلامت بشناسیم هر روزه ای خداوند. به دستان تو میسپاریم، گوینده و شنونده رو مسح کن و عطا کن همونطوری که برادرم در دعا بلند کرد، وقتی که از این در بیرون میریم بتونیم بگیم که چقدر خوب بود که در خانه خداوند بودیم. همه چیز به دستان تو میسپاریم، در نام خداوند و منجیمون عیسی مسیح از تو میطلبیم. آمین. آمین. خداتون برکت بده. بفرمایید بچین لطفا. امیدوارم که اوقات خوبی رو سپری کرده باشید. مستقیم میپردازیم به کلام. اگر لطفا با من باز بکنید، فکر کنم الان بخش 4 شد اگه اشتباه نکنم، بخش 4 از عنوان قبلی رو ادامه میدیم. مکاشفه یعنی شروع نبرد روحانی. غلاطیان باب 1 از آیه 10 میخونیم. پولس رسول هستش که داره صحبت میکنه. آیا الحال مردم را در رأی خود میآورم یا خدا را، یا رضامندی مردم را میطلبم؟ اگر تا به حال رضامندی مردم را میخواستم غلام مسیح نمی بودم. اما برادران، شما را اعلام میکنم از انجیلی که من بدان بشارت دادم که به طریق انسان نیست. پس یک شیپور جنگ نواخته شده. برادران، شما را اعلام میکنم از انجیلی که من بدان بشارت دادم که به طریق انسان نیست، زیرا که من آن را از انسان نیافتم و نیاموختم مگر به کشف عیسی مسیح. زیرا سرگذشت سابق مرا در دین یهود شنیده اید. یه دقیقه اینجا مکس بکنیم برمیگردیم بهش، دوباره ادامه میدیم. میگه که سرگذشت مرا، سابق مرا در دین یهود شنیده اید. پس اون از مذهب یهودی به مسیح ایمان آورده. درسته؟ یعنی چی؟ یعنی اون در راستی نبوده، در مذهب یهودی بوده. درسته؟ فکر میکرد که در راستی هستش، اما متوجه شد تنها چیزی که داره مذهب یهودیه، نه ایمان یهود. در یک مذهب بود، در یک تفکر مذهبی داری زندگی میکرد و از اون مسیر خارج شد. خیلی از ما هم که از فرقه اومدیم، از تفکرات دیگه اومدیم، فکر میکردیم که در راستی قرار داریم، فکر میکردیم که داریم کار درست رو انجام میدیم. در فرقه‌ای که من بودم فکر میکردم که درسته، چون
در ظاهر همه چی درست بود، به نام از بعد ابراهام هر از چنگایی اگه میشد صحبت میشد و درسته، اما فرقه بود و از اون فرقه جدا شدیم و الان در راستی هستیم. درسته؟ منم پس فکر میکردم که در راستی هستم ولی نبودم، اما متوجه شدم که در یک فرقه مذهبی یگانه انگار هستم. درسته؟ و از اونجا جدا شدم. فکر میکردم که حقیقت رو میدونم، همونطوری که پولس هم فکر میکرد که راستی رو میدونه، اما راستی رو ازش خبری نداشت. چون در ادامه میبینیم که شرح حالش چیه. خب پس من هم برای اون ایمان می ایستادم، درست همونطوری که پولس فکر میکرد که در راستیه و برای اون ایمانی که داره ایستاده بودش. اما پولس زمانی که مکاشفه عیسی مسیح رو دریافت کرد، متوجه این شد که باید از این مذهب یهودی خارج بشه، چون در راستی نیستش. خب و این رو بهتون بگم، همین امروز در همین دوره اطرافتون نگاه کنید، مذاهب یهودی زیادی رو میبینید با اسمای مسیحی، مثل باپتیست، پنتیکاستی، پرزبیتری. این هم مثل همون مذهب یهودی است که پولس درش بود. همین هم مذهبه، درسته؟ ایمان نیست. ایمان در کلام خداست، کلامی که آشکار شده برای زمان ما. دیگه راجعش صحبت کردیم دیگه، درسته؟ پس پولس متوجه شد که در راستی قرار نداره و توجهش هم چجوری جلب شد؟ با مکاشفه‌ای که از خود عیسی مسیح دریافت کرد. درسته؟ گفت انجیلی که من به شما بشارت میدم از انسان نیست، از یک دانشکده الهیاتی یاد نگرفتم، از هیچ انسان دیگه یاد نگرفتم، بلکه به کشف مسیح برای من اینو مکشوف کرده، مستقیما دریافت کردم و به شما اعلام کردم. ادامه بدیم از آیه 13. از آیه 12 میخونم. زیرا که من آن را از انسان نیافتم و نیاموختم مگر به کشف عیسی مسیح، زیرا سرگذشت سابق مرا در دین یهود شنیده اید که بر کلیسای خدا بی‌نهایت جفا می‌نمودم و آن را ویران می‌ساختم. چرا؟ چون اطلاعات بدون مکاشفه منجر به فریب شده بود. فریبی که فکر میکرد در راستیه و جفا میرسون در کسانی که گفتیم دیگه شیطان همیشه بر ضد ابزاریه که داره راستی رو اعلام میکنه. زمانی که خداوند ما عیسی روی صحنه نیست، اون ابزار کجاست؟ در رسولانه، در کلیساست. پس شیطان داشت چیکار میکرد؟ بر کلیسای خدا حمله میکرد، بر کلیسای خدا جفا میرسون از طریق پولس رسول که حتی موقع شاول بود، هنوز پولس نشده بود. درسته؟ آیه 14 و در دین یهود از اکثر همسالان قوم خود سبقت می جستم و در تقالید اجداد خود به غایت غیور می بودم. خب این اتهامی بود که به شاگردان مسیح میزنن که آقا چرا سنت های پدران ما رو به جا نمیارن شاگردانت؟ خب پولس میگه آقا من تمام اون سنت ها رو انقدر غیور بودم که از همه جلوتر بودم درش، اما هیچ کمکی بهش نکرد. درسته؟ آیه 14 رو خوندیم دیگه. در دین از سبقت میجستم و در تقالید اجداد خود به غایت غیور می بودم. پس بودن در مذهب مسیح برای پولس خوب بود. در مذهب یهودی، ببخشید میگم مذهب مسیح، در مذهب یهودی برای پولس خوب بود، منافع خوبی داشت، جایگاه خوبی داشت، شغل خوبی داشت، یک موقعیت اجتماعی خیلی خوب داشت و شاید اصلا قرار بودش که اون یک روزی، چون شاگرد غمالائیل بود دیگه، و بعد از غمالائیل شاید اون میشد بزرگترین الهیدان اون موقع. درسته؟ پس برای پولس منافع زیادی رو داشت اون مذهب یهودی که درش بود. پس خدا امیدوارم چشای ما رو باز کنه که بتونیم ببینیم چه اتفاقی داره میفته در دوران پولس، چه اتفاقی افتاده و امروز جریان چیه. درسته؟ بازم تکرار میکنم، پس بودن در مذهب یهودی برای پولس منفعت زیادی داشت، همونطوری که بودن در مذهب پیغام برای خیلی منافع زیادی داره، اما مذهب پیغامه، ایمان پیغام نیست. ادامه بدیم، برگردیم. آیه 14 رو خوندیم. آره، آیه 15. اما چون خدا که مرا از شکم مادرم برگزید و به فیض خود
مرا خواند رضا بدین داد که پسر خود را در من آشکار سازد تا در میان امتها بدو بشارت دهم. در آن وقت با جسم خود مشورت نکردم و به اورشلیم هم نزد آنانی که قبل از من رسول بودن نرفتم، بلکه به عرب شدم و باز به دمشق مراجعه کردم. سراغ هیچ کنون از رسولان نرفت ببینه که تعلیمش درسته یا نه. مستقیم اگر این وری میره برگشت یک مسیر دیگه. 3 سالم اونجا موند، کتب رو تفتیش کرد، اون تجربه رو که با خدا داشت رو تفتیش کرد که ببینه آیا درسته یا نه. پس میدونست، متوجه شد که باید از مذهب یهودی فاصله بگیره، باید خودش رو از اون دور بکنه و زمانی که مکاشفه عیسی مسیح رو دریافت کرد فرار کرد به سمت بیابان و مکاشفه خودش رو هم داره میگه دیگه، شهادت خودش از انسان دریافت نکرده بلکه از خود عیسی مسیح دریافت کرده، از خود مسیح، و خدا مکاشفه راستی رو بهش میده و به دلیل اینکه پولس پیش برگزیده هستش توانایی دیدن و فهمیدنشو داره، در صورتی که قائل همون مکاشفه بهش داده شد، تعلیم داده شد، اما توانایی دیدن و فهمیدنشو نداشت. درسته؟ پس تونست بعد از اون به وضوح ببینه که آقا غیرتی که قبلا داشته برای یک چیز غلط بوده، برای یک چیز مذهبی بوده و شاید در اون مذهبی که قبلا بوده تشویق زیادی هم از همرده‌های خودش دریافت می‌کرده، تمجید می‌شده، ستایش می‌شده، جماعت زیادی پای صحبتاش می‌شستن، براش دست می‌زدن، هورا می‌کشیدن. درسته؟ برادر شاول عجب واعظی، عجب چه سری چه دومی، عجب پایی. درسته؟ اما متوجه میشی که آقا اصلا در غلط بوده. تا زمانی هم که در مذهب یهودی بودش زندگیش خوب بود، راحت بود، هیچ مشکلی نداشت. مشکلاش مشکلات عادی بود، مثل همه آدم، همونجوری که در پتروس رسول هم دیدیم. و در مذهب خودش بسیار آدم موفقی بود. درسته؟ اما این رو بهتون بگم، زمانی که از اون مذهب فاصله گرفت، از اون سنت‌های پدران فاصله گرفت و به حقیقت دوران خودش پی برد، چه اتفاقی افتاد؟ تمام جهنم بر ضد او شد، تمام لشکرهای تاریکی بر ضد او شد، تمام نیروهای شیطان بر علیه او شد. اونا تو اعمال رسولان اگه روایتش رو دنبال کنید میبینید چه بلاهایی سرش اومد بعد از اون. هر سلاحی، هر کمانی، هر چیزی، هر دیوی از نیروهای تاریکی بر ضد اون نشانه گیری شد. فکر می‌کنید شما استثنایید؟ فکر کنید ما استثناییم امروز؟ اگر با پولس اونجوری کردن با شما چیکار میکنن؟ اگر مسیح رو مصلوب کردن فکر می‌کنید با شما قراره چیکار بکنن؟ فقط خداست که اجازه نمیده بهشون. از کشتی شکسته شد، از یه شهر به یه شهر دیگه فرار میکرد، 3 بار سنگسار شد به شهادت خودش، با سبد از دروازه شهر دادنش، با این تو زنبیل فراریش دادن. نصف بیشتر عمرش توی سیاهچال بود، بیشتر رساله‌هاش از توی سیاهچال تو زندان داره مینویسه، نه زندان‌های با امکانات امروز. چقدر بلا سرش اومد. اما قبل از اون برادر پولس بود، بالاترین رتبه اجتماعی رو داشت، بالاترین افتخار بود، دوستی با پولس شاید باعث افتخار خیلی‌ها بود. اما به محض اینکه از اون جدا شد، به محض اینکه با حقیقت همراه شد، این همه بلا سرش اومد. برای پتروس و یعقوب هم دقیقاً همین اتفاق افتاد، برای بقیه رسولان هم اتفاق افتاد. اونا هم یک زندگی نرمال داشتن قبل از دریافت مکاشفه‌شون. اونها هم در مذهب یهودی بودن و فکر میکردن که حقیقت رو دارن و همه چیز به نظر نرمال میرسید، همه چیز اوکی بود، مشکلاتشون نرمال بود، دردسراشون نرمال بود، زندگیشون همه چی نرمال بود. اما ناگهان زمانی که شروع کردن به اعلام راستی، اعلام کلام راستی، یک شیپور انجیل نواخته شد که یک اعلام جنگ بود در دوران خودشون. و زمانی که انجیل رو
به صدا در آوردن اون شیپورشو، متوجه شدن که آقا تمامی ابواب جهنم بر ضد اونا داره حمله میکنه، یورش میاره. ناگهان اونایی که تا دیروز آدمای عادی بودن، تا دیروز شاید کسی اصلا حسابشون هم نمیکرد، تا دیروز اصلا شاید بعضیاشون هم جایگاه محترمی داشتن در جامعه مثل پولس، یهو مورد نفرت قرار گرفتن. یه شبه از این رو به اون رو شد همه چیز. زمانی که یک ماهیگیر بود، پتروس مورد نفرت کسی نبود، اصلا کسی ازش نفرت نداشت، دلیلی برای نفرت نداشتن. نفرت زمانی شروع شد که اون به راستی ایمان آورد. وقتی راستی رو شناخت، مورد نفرت قرار گرفت. حالا میخوام یه دقیقه اینجا روی این تمرکز بکنیم، چون الان فکر میکنید که آقا پس کلیساهای دیگه که باید بر من جفا برسونن، گروه های دیگه کلیسایی میان به ما جفا میرسونن، درسته؟ چون ما داریم راستی رو میگیم، پس کلیساهای دیگه که با ما موافق نیستن میان شروع میکنن بر ضد ما صحبت کردن. این از سرتون بیرون کنید، اصلا ربطی به کلیساها نداره. شاید اونجاها هم یک اتفاقی بیفته، ولی تمرکز ما رو اینه تمام جهنم بر ضد شماست، تمام نیروهای تاریکی بر ضد شما، درسته؟ اصلا شاید از طریق هیچ گروهی هم به شما آسیبی نرسه، اما یا ممکن درآمد تو از دست بدی، ممکن شغل تو از دست بدی، ممکن یه بیماری از یک جای سر در بیاد که اصلا فکرش هم نمی‌کردی، درسته؟ یه بیماری می‌نازت، دردسر پشت دردسر، مشکل پشت مشکل، درسته؟ یا ممکنه خونه آتیش بگیره، یا ممکنه ماشین کلا از کار بیفته، موتور بسوزونه، درسته؟ اصلا کلا دیگه به درد نخوره. آقا مثل من دیگه، یادتونه یه زن به آقا اصلا کلا ماشین اسقاط شد، درسته؟ قرار نیست فقط جفا از طریق کلیسا باشه، شیطان اینجوری هم بهتون حمله میکنه. هر چیزی میتونه باشه، هر کدوم از اینا رو شما در نظر بگیرید، چون تمام تلاش شیطان اینه که مانع اعلام حقیقت بشه، چون نمیخواد که حقیقت شنیده بشه، راستی شنیده بشه، اعلام بشه، نمیخواد که حقیقت پیش بره. و زمانی که عیسی شروع میکنه به صحبت کردن از راستی، یهو میبینیم همه چی عوض میشه. تا قبل از اون 30 سال در بین اونا بود، مشکلی نبود، ما هیچ شهادتی از مشکل ما نداریم تا کتاب مقدس در 30 سال اول، درسته؟ بین اونا بود، قشنگ داشت زندگیشو میکرد، هیچ مشکلی هم نداشتش. هیچ شهادتی برای اینکه هیچ کاهنی، هیچ کسی در شهر خودشون از لاویان و کاهنین اینو بخواد آسیبی به عیسی مسیح بزنه وجود نداره، درسته؟ هیچ کسی باهاش مشکل نداشت و بهش حمله هم نمیکرد، هیچ حرف بدی هم راجبش نمیزدن. مشکل از جایی شروع شد که شروع کرد پیغام انجیل رو اعلام کردن، یهو منفور شد. دیدیم که گفتن که رفتن مشورت کردن که چجوری بکشیمش. اومد حتی توی شهر خود، شهری که توش بزرگ شده بود، درسته، شروع کرد توی کنیسه صحبت کردن، با اقتدارم صحبت کرد. با خودشون میپرسیدن چجوری داره این صحبت، این از کجا آورده این حکمتو؟ مگه داداشش با ما نیستن؟ مگه خواهرش با ما نیستن؟ مگه بچه همین نجاره نیستش؟ اصلا کی به این اجازه داده بیاد با ما اینجوری صحبت بکنه؟ متحیر بودن از اقتداری که در تعلیمش داشتش و در او لغزش خوردن. اما ما هیچ شهادتی از لغزش خوردن اونا در واقع در 30 سال اول زندگیش نداریم. همه چی اوکی بود، شاید باش تجارت هم میکردن، درسته، میگفتن آقا نجار ماهریه، میخواید کاری انجام بدید برید پیش این. اما زمانی که شروع کرد به گفتن این که من و پدر یک هستیم، زمانی که شروع کرد به گفتن این که اگر از جسم پسر انسان نخورید و از خون او ننوشید در خودتون حیات ندارید، داستان یه چیز دیگه بود. خواستن سنگسارش کنن، دنبال یک بهانه بودن که بکشنش. شما کی این شهادت ها رو قبل از این داستان از در رابطه با او دارید؟ درسته؟ بعد فکر میکنید که آقا پس چرا من این همه تو درد سرم؟ چرا این همه مشکل برای من پیش میاد؟ چرا این همه بلا سر من میاد؟
چرا آقا من دست به هر کاری میزنم نمیشه؟ من که به راستی ایمان دارم، من که به این پیغام ایمان دارم، من که این مکاشفه رو میشناسم، درش دارم شاهدی میکنم، چرا این همه بلا سر من میاد آخه؟ کلام خدا میگه شاد باشید و دائما شاد باشید. همه چی سر جای خودشه. باید این اتفاق بیفته. هیچ چیزی خارج از چارچوب خودش نیستش. گفتم پیکنیک نیومدیم، وسط میدون جنگیم. پس همونطوری که همیشه داریم صحبت میکنیم، یادتون باشه با عیسی مسیح چیکار کرد؟ مصلوبش کردن، درسته؟ اما به مصلوب شدن تموم نشد، قیام کرد دوباره. و زمانی که او قیام کرد و غالب شد، من و تو هم که در او بودیم غالب شدیم. وقتی او پیروز شد، من پیروز شدم. حالا چیه که بخواد به من بگه تو پیروز نیستی؟ کیه که بتونه به من بگه تو غالب نیستی؟ خدا نیست، شیطانه که به من میگه. من چرا باید گوشم رو در اختیار شیطان بذارم که در گوش من وز وز کنه؟ صدای نحسش رو به گوش من برسونه. در صورتی که کلام به من میگه من غالبم. برای چی پس من باید شکست خورده باشم در برابر شیطان؟ گفتیم لشکر شکست ناپذیر به این معنی نیستش که متوقف نمیشه، جلوش گرفته نمیشه، آسیب نمیبینه، شکست نمیخوره. به شاگردانش نگاه میکنیم میبینیم که اونا همشون شاگردان خداوندن دیگه، برگزیده شده توسط خداوند، مست شدن تا این کلام رو پیش ببرن و به اونها وعده دادش که یک زمانی میادش که خدمت او در درون اونها ادامه پیدا میکنه و انواع و اقسام وعده ها رو هم بهشون داد. درسته؟ انواع و اقسام قدرت ها و وعده هایی که باید بیاد بهشون داده شد. اما یه چیزی هم بهشون گفت مصیبت ها رو هم خواهید داشت. مردم به خاطر اسم من از شما متنفر میشن، شما رو به دادگاه. آقا این اعلام جنگ هست یا نیست؟ گاه اما شاد باشید. پس مصیبت هست، سرتو بالا ببر، چون اون بر جهان غالب شده برای من و تو. پس پیروزی تضمینیه. باید و ببینیم چی، شاید و ببینیم چی میشه و شاید بشه شاید نشه، نه، تضمینه. پیروزی انجام شده است. اما هدف چیه؟ هدف نهایی چیه؟ شیطان چی کار میخواد بکنه؟ اون میخواد حقیقت رو خفه بکنه، میخواد جلوی حقیقت رو بگیره که اعلام نشه. حالا حقیقت، این همه ما میگیم حقیقت کجاست؟ حقیقت رو میدونیم چیه؟ کلام آشکار شده است. این کلام آشکار شده کجا هست حالا؟ فقط و فقط در عروسه، هیچ جای دیگه نیست. هیچ جای دیگه شما این راستی رو پیدا نمی‌کنید، فقط در عروسه. اگر به جایی برسی که بتونی بگی راستی و حقیقت در منه، اون موقع اگه بهت بگم میلیون لشکر آسمانی هم به تو حمله بکنن، نیروهای خاصش، هیچ اتفاقی نمیفته. که حمله به تو میکنن، همشون بر ضد تو حمله میکنن. بعد میخوای بدونی که آقا این نیروها چجوری خودشون رو آشکار میکنن؟ همین الان تو را داشتیم میواریم با برادر داشتیم راجع به هولوکاست صحبت میکردیم، درسته؟ نه اونجوری عمل میکنه. داشتیم راجع به مارتین لوتر صحبت میکردیم دیگه، درسته؟ نیروهای شیطان مثل هولوکاست عمل میکنه. چیکار که 6 میلیون یهودی رو در طول اون دوران کشتن، چندین میلیون مسیحی رو در دوران تفتیش عقاید و در دوران تاریکی کشتن. عملکرد نیروهای شیطان، همش هم به نام مسیح. و بعد ابراهام این رو هم به ما میگه دیگه. چون مثلا موسولینی رو یادتونه، هیتلر رو یادتونه، تمام اینا رو دیگه تاریخ رو بعد ابراهام توی کتاب شریعه و رفتار برای کلیسا برای ما باز کرد دیگه، درسته؟ و بعد ابراهام ما میگه تمام این اتفاقا تحت کرنای ششمه، 7 فرشته کرنا. اونها هستن که میرن و جفای بر چیز رو میارن و خدا اجازه میده به شیطان که اون یهودیا رو اینجوری برگردونه به وطن خودشون، چون اینا توی کشورهای مختلف فراکنده شده بودن و اصلا هیچ باری برای برگشت به وطن خودشون به سرزمین وعده نداشتن. خدا یک جفا رو فرستاد که اینجوری اینا مجبور شن برگردن به وطن خودشون.
اما در اصل نورای شیطان بودن که داشتن حمله میکردن، اما اجازهش رو خدا داد، همونجور که خدا اجازه داد شیطان به ایوب حمله بکنه. پس ببینیم که ذات این روح ها چیه. و بعد ابراهام این رو به ما میگه که اونها نمیتونستن در حیطه روح وارد بشن، درسته، و از اون حیطه عبور بکنن و از رود فرات نمیتونستن رد بشن. خب برای اینکه کلیسای کاتولیک و مابقی تمام کلیساهای پروتستان دیگه همچنان باید یک ظاهر مسیحی رو حفظ میکردن، در نتیجه این دیوها نمیتونستن از رود فرات عبور بکنن. اما بعد ابراهام این رو هم به ما میگه اما الان از فرات عبور کردن، که ما رو قرار میده تحت پیاله ششم یا همون کرنای ششم، و داره این داره با هم وصل میکنه، میارش در زمان آخر قرار میده و به ما نشون میده. حالا راجع به پیاله ها و کرنا ها و اینا بعدا میتونیم بخونیم و راجعش با هم صحبت بکنیم، چون فکر نمی کنم اینجا راجعش هیچ صحبتی کرده باشیم قبلا. پس اونها اومدن در حیطه روحانی چیز قرار گرفتن و دارن چی کار میکنن؟ اینا دیگه حملهشون به یهودی‌ها نیست، الان دیگه به یهودی‌ها آسیبی نمیرسونن، جفا نمیرسونن، الان دارن میان برای چی؟ عروس، دارن میان سراغ عروس، آروم آروم. برای همین که بعد رو میگه دوران فشار رو داریم، دورانی که کلیساها رو میبندن، اجازه موعظه کردن نمیدن، اموالتون رو مصادره میکنن و یا باید سریع عروس رو بوده میشه، اینجا میره بیرون. تلاششون چیه؟ تلاششونه که بیان عروس رو از بین ببرن، به خاطر اینکه بر روی کره زمین تنها جایی که حقیقت داره گفته میشه در بدن عروسه، هیچ جای دیگه ای نیستش. اونه که مکاشفه راستی رو داره و دروغ شیطان رو عیان میکنه، بلوفی رو که شیطان در طول تاریخ زده رو عیان میکنه عروس. به خاطر همینه که شیطان یک دروغی رو داره، درسته، و اون دروغ همینه که آقا بله به عیسی ایمان داشته باشید، اما یک عیسی تاریخی، کارهایی که شاگردان کردن عیسی کرد مال همون موقع است، به الان هیچ ربطی نداره. ما الان در قرن 20 هستیم، ما الان با علم داریم میریم جلو، با تکنولوژی داریم حرکت میکنیم، حقایق علمی، شواهد علمی باید اینا رو به ما نشون بده. عیسی مال 2000 سال پیشه، کی دیده کی چیزه، حالا ما باور میکنیم بهش به عنوان یک چیز تاریخی. این دروغ شیطانه، چون کلام خدا میگه عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابدالآباد همان است، درسته؟ پس اون از راستی متنفره، اون نمیخواد که جماعت قوم خدا آزاد باشن از دروغ، میخواد همیشه تحت اسارت اون باشن. و خیلی جالبه که با یک بلوف 2000 ساله که در اسارت خودش نگرشون داشته، اومده یک چیز شبیه رو داده. برای همینه که میگه مثل خدا در هیکل خدا نشسته، خود را می نمایاند که خدا، چون یه بلوف زده، بلوفش هم گرفته با تثلیث، با جیز زنلی، با شاهدان یهوه، با مرمون ها. بعد ابراهام میگه امروزا همه مردم خیلی هاشون از شیطان رو میپرسن بدون اینکه بدونن خدای این از شیطانه، خدای این جهان، و مثل خدا هم داره پرستیده میشه در تعلیم شیطانی تثلیث، در تعلیم شیطانی شاهدان یهوه، در تعلیم شیطانی مرمون ها، در تعالیم شیطانی پنتیکاستی، فرقه پنتیکاستی. هر چیزی که بر ضد کلام آشکار شده خدا ضد مسیحه. تعارف هم نداریم دیگه، استثناء هم نداره، هر چی میخواد باشه. بس تنها طریقی که ما بتونیم در این زمان قدرت رو داشته باشیم، اون قدرت رو حفظ بکنیم، اینه که با کلام خدا بمونیم. و تنها طریقی هم که شیطان میتونه قدرت خودش رو در اختیار بگیره و کنترل خودش رو حفظ بکنه اینه که مانع اعلام حقیقت از طریق عروس بشه، و راهش هم زدن ابزاریه که حقیقت رو داره اعلام میکنه. پس چقدر بیشتر ما باید برای خادمینی که کلام خدا رو دارن اعلام میکنن در راستی در دعا بمونیم و براشون
از خدا محافظت رو بطلبیم. می‌بینید؟ پس تنها راهی که این کار رو میتونه بکنه، گفتم از طریق مانع شدن برای اعلام حقیقت در عروسه. میتونیم این جمله رو مثل ایوب بگیم که خدا داد و خدا گرفت. بذار امروزش کنیم، بگیم که مثلا خداوندا اگر همه شهرتم رو از دست بدم، همه زندگیم رو از دست بدم، همه دوستانم رو از دست بدم، تمام منابع مالیم رو از دست بدم، ازت میخوام که کمکم کنی که با اون راستی بمونم، چون حقیقت چیزی هستش که برای من ظفر رو میاره. میتونیم اینو بگیم؟ گفتن به حرف ساده است، الان میگه آمین میگیم و به درسته میگیم اوه هللویا چه عجب حرف قشنگی، ولی پای عمل باید ببینیم خدا چجوری با ما کار میکنه، ما چجوری رابطمون رو با خدا ساختیم. چون راستی و حقیقت کلام این دوره هستش که در این دوره پیروز میشه. مکاشفه زمان هستش که ما رو از شرایط پیوندی که دنیا درش قرار گرفته خارج میکنه و ما رو به جایی میبره که همیشه میخواستیم باشیم، به بالا. هر چیزی غیر از این ما رو میبره پایین. تنها چیزی که ما برای ظفر داریم مکاشفه عیسی مسیح در دوره خودمونه، مکاشفه کلام. چون و بعد ابراهیم میگه دیگه، میگه مسیح سر مکشوف خداست. درسته؟ تنها چیزی که ما رو غالبمون میکنه و تنها چیزی که داریم توسط روح خدا و فیض خدا به ما داده شده و اینه که تخم کلام رو در من زنده میکنه، اینه که مکاشفه رو میاره و این تنها چیزی که ما داریم تا شیطان رو باهاش مغلوب بکنیم، یعنی مکاشفه کلام. بعد میگن چرا انقدر از تعلیم حرف میزنی، چرا انقدر از الوهیت حرف میزنی، چرا انقدر از پسر انسان حرف میزنی، چرا انقدر اینو میگی، چرا انقدر اونو میگی؟ بیا از انجیل ساده بگو. بیا کجا اینو شما پیدا میکنید؟ چند تا منبر رو میشناسید که اینو بگن؟ از پشت کدوم منبر این داره موضوع؟ دیدیم دیگه بعد ابراهیم گفتش که مشکل پشت منبرهاست. منبرها دیگه دست از موعظه کردن مسیح کشیدن. دیروز دیدیم دیگه تو جلسه با هم دیگه. شاید تعداد انگشتان دست باشه کسانی که این رو دارن موعظه میکنن. من حداقل من میشناسم به تعداد انگشتان، شاید بیشتر باشن، نمیدونم. عیسی هم گرسنه بود، عیسی هم خسته بود، توی بیابان 40 روز گشنگی کشید، خسته بود، گرسنه بود، شرایط جسمانیش بد بود، ضعیف شده بودش، 40 روز بود غذا نخورده بود و شیطان تلاش کرد اون رو به جایی برسونه که سر کلام مصالحه بکنه تا بتونه شرایط فیزیکی خودش رو بهبود ببخشه. گفت آقا این سنگ رو بگیر نانش کن، مگه تو پسر خدا نیستی؟ عمل کن، چرا معجزه نمی‌کنی؟ اگه خدا با تو، ببین من چقدر دارم معجزه میکنم، ببین من چقدر کتاب نوشتم، تو چرا نمی‌نویسی؟ تو چرا معجزه نمی‌کنی؟ اما مسیح جای خودش رو میشناخت. عیسی به دام نیفتاد، درسته، وارد تله نشد و به روی زمین نیامده بود که وارد بازی شیطان بشه توی این جهان. اون اینجا نبودش که به شیطان ثابت کنه که هویتش چیه. اگر تو اینی، اگر تو اونی، اگر میگی پسر خدایی، پس خودتو از این بالا پرت کن پایین. فرشته های خدا باید تو رو حملت بکنن و ازت محافظت بکنن. میبینید که شیطان از چی استفاده میکنه؟ از خود کلام استفاده میکنه. میاد برای تو آیه میاره. اگر مکاشفه نداشته باشی و فقط اطلاعات داشته باشی، میگه منطقیه دیگه. برای همین که دارم این 2-3 روز داد میزنم، اطلاعات بدون مکاشفه منجر به فریب میشه. تنها کاری که عیسی کرد این بود که کلام رو آورد در برابر اون قرار داد و مهیب زد بر شیطان، محکومش کرد. مکتوب است انسان نه محض نان زیست میکند، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر میشه. مکتوب است خداوند خدای خودت رو در آزمایش میار. مکتوب است
به غیر از خدای خودت کسی رو پرستش نکن. درسته؟ شیطان حتی تمامی سلطنت‌های دنیا رو بهش پیشنهاد داد. سعی کرد به جایی برسونه که مصالحه کنه تا شرایط فیزیکیش بهتر بشه و حاکم بشه، قدرت به دست بیاره. به تمام ترفندا فکر نکنید که بازی جدیده، چیزی عوض شده. قاعده بازی همونه، چون بازیگرش همونه. تاکتیکای شیطان همونه، هیچ وقت عوض نشده. از اول اومده با هابیل صحبت کرده، هابیل قانع نشده، هابیل رو کشته. بعد اومده در عیسی میخواسته یعقوب رو بکشه. بعد در یهودا اومده مسیح رو مصلوب کرده و در تمام ادوار هم داره همون کار رو میکنه. اول با تو استدلال میکنه، بعد به تو شهرت پیشنهاد میده، به تو قدرت پیشنهاد میده، بعد که قانع نمیشه، نمیتونه استیلا پیدا بکنه، میاد که بکشه. پس هر چیزی که خدا اجازه بده اجازهشو میده و انجام میشه. هر چیزی که خدا اعلام بکنه اتفاق میفته. پس ما فقط کلام رو میگیریم و میپذیریم. کلام خدا میگه من بیمارم اما شفا یافتم، پس من شفا یافتم. حتی اگر شرایط فیزیکی من الان نشانه ای از شفا نداشته باشه، من به نام عیسی مسیح شفا یافتم. کی؟ نه زمانی که مسیح رو پذیرفتم، نه زمانی که ایمان آوردی شفا پیدا نکردی از بیماریات. پیش از بنیان عالم شفا پیدا کردی، چون پیش از بنیان عالم بهای شفای تو پرداخت شده. فقط تجلیش رو تو در جلجتا دیدی. من با تمام قلبم بهش ایمان دارم. پس همه اینها رو میارم به حضور مسیح در صلیب جلجتا، رها میکنم در دعای خودم. اعتراف ایمانم. من به کلام خدا باید ایمان داشته باشم و باید ایمان داشته باشم که هر روز باید با این مکاشفه این کلام به پیش برم. به عقب نگاه نکنم، به چپ و راست منحرف نشم، بلکه نگاه من فقط به جلو باشه. وزغه که به عقب نگاه میکنه. من باید نگام به جلو باشه. سگه که به قیه خودش برمیگرده. من باید نگام به جلو باشه. پس باید شریر و تاکتیک هاش رو بشناسید، تشخیص بدید. و همیشه تلاشش اینه که شما یه قدم برید عقب نشینی بکنید. یه قدم بری عقب دیگه تمومه. شما رو همون جایی که میخواسته گیرتون انداخته. چون هر رفتاری که شما داشته باشید به عنوان یک مسیحی، هر کاری که بکنید به عنوان یک ایماندار، کسی که تولد تازه یافته، برای ملکوت شیطان یک تهدید به عمل به حساب میاد. شما 24 ساعت شبانه روز یک تهدیدید برای اون. تمام تلاشش پس اینه که بندازتون. نوری که از شما میتابه، اون چیزی که در ظاهرتون دارید، نحوه لباس پوشیدنتون، نحوه رفتارتون، نظم خانوادگیتون، اینجوری که از یک مکان به یک مکان دیگه چجوری حرکت میکنید، چجوری رفتار میکنید، چجوری نگاه میکنید، همه اینها برای سلطنت شیطان یک تهدیده، یک خطر جدیه. چون شما نور عالمید. کار نور چیه؟ تاریکی رو عیان میکنه، اعمال شیطان رو باطل میکنه. پس معلومه که شما تهدیدید، معلومه که باید بیاد بر ضد شما انجام بده. پس چرا گفتیم چرا اصلا نور میتابه؟ برای اینکه تاریکی رو از بین ببره. یک تخم رو به حیات میاره، درسته؟ چون تخم هم در تاریکیه دیگه در زمین، اما وقتی نور بهش میخوره چه اتفاقی میفته؟ شکوفا میشه، اون حیات خودش رو آشکار میکنه. اگر اون بتونه مانع ایمان آوردن آخرین ذریت پیش برگزیده خدا بشه، چه اتفاقی میفته؟ عدن شیطان تضمین شده است دیگه، در امنیته، درسته؟ سلطنتش سر جاشه، همچنان خدای این جهان باقی میمونه. پس فکر میکنید همینجوری بیکار میشینه و اجازه میده شما هر کاری دلتون بخواد بکنید تو دنیا؟
فکر میکنید که چرا انقدر به سختی داره تلاش میکنه؟ فکر میکنید دلیلش چیه؟ فکر میکنید چرا 2000 سال پیش کسانی که تمام زندگیشون رو در کاملیت درسته در سپری میکردن، کتاب مقدس میخوندن، مقاله مینوشتن، در برابر مردم عادل بودن، همه این کارا رو میکردن، درسته؟ وقتی ایمان آوردند شدن مثل فرزندان، شدن مثل بچه. زمانی که طفل بودند ایمان آوردن به اون مذهب یهود، در طفولیت خودشون تمام زندگیشون شد مطالعه کتاب مقدس. به قول خودم مثل قدیم میرفتن مکتب، میرفتن مکتبای مثلا کنیسه، میرفتن برای اینکه یک روزی کاهن بشن، میرفتن برای اینکه یک روزی یک صدوقی بشن، یک فریسی بشن. تمام عمرشون رو تعلیم گرفته بودن برای اینکه این اتفاق بیفته براشون، درسته؟ شریعت رو حفظ بکنن، شریعت رو زیر پا نذارن. همه اینا وقتی که اونا میان دروغ میگن، مثلا رشوه میگیرن، کلام خدا رو زیر پا میذارن، چه چیزی هستش که داره عمل میکنه؟ یک روحه که در اونها داره عمل میکنه. مگه فریسی ها همه مشخصات رو نداشتن؟ مگه دروغ نمیگفتن؟ بعد اینه که در ظاهرشون میگه کلام خدا میگه باید در عدالتش رو و عدالت فریسی ها افزوده بشه، اما مگه همون خداوند عیسی نگفتش که به لبهای خودشون به من تقرب میشه اما دلهاشون از من دوره؟ یعنی دروغ میگن. مگه قتل نکردن؟ مگه خداوند عیسی رو نکشتن؟ مگه با رشوه کارشون رو پیش نمیبردن؟ مگه با در تعامل و توافق با امپراتوری روم نبودن؟ پس میبینی در ظاهر اونا خیلی مذهبی بودن، در ظاهر بسیار آدمای نیکویی بودن، اما میبینی چقدر فساد درشون بود. چه چیزی بود که در شر اونا عمل میکرد؟ چه چیزی باعث میشد که این کارا رو انجام بدن؟ نفرتشون از راستی بودش که باعث میشد این اتفاقو بیفته، برای اینکه مانع پیشرفت راستی بشن. کسانی که خودشون هم باورشون نمیشد یه همچین کاری رو انجام بدن، فکر میکردن که آدمای عادلن و آدمای بسیار خوبی هن. اصلا فکر نمیکردن که توانایی انجام این کار رو انجام بدن. اما یک روح دیگه‌ای بود در اونها داشت کار میکرد که از روحی که در سایر شاگردان در مسیح و در کلام بود نفرت داشت. از روح راستی که در عیسی مسیح بود متنفر بود و همون روح امروز اینجاست و از روحی که در من و شماست متنفره. به خاطر همینه که میبینیم که زندگی شاگردا چجوریه. پتروس رسول بردن زندان، تازیانه زدن. آیا پتروس رسول جای تلافی کرد؟ پولس رسول رو 3 بار سنگسار کردن. یا جای پولس برای انتقام گرفتن بلند شد؟ یک روحی که در بود متفاوت بود از روحی که در اونا بود، درسته؟ کار پولس این بود که انجیل رو اعلام بکنه، کار پتروس این بود که انجیل رو اعلام بکنه. هر اتفاقی که باید میافتاد دیگه مابقیش مهم نبود. اون باید رو به جلو حرکت میکرد، چون هدف او از بودن روی زمین این بود انجیل اعلام بشه، کلام خدا پیش بره و به سمت گمشدگان برن و اونها رو راهنمون بشن به سمت نور. هدف من و شما چی؟ هدف من و شما از بودن در این زمین از طرف خدا این نیستش که بریم یه کار خوب پیدا بکنیم، یه زندگی همه اینا باید باشه، اصلا ایرادی نداره. خب ما باید اجاره خونه بدیم، ما باید قسط خونه بدیم، ما باید ماشین داشته باشیم که سر کار بریم. برای اینکه این کار رو بکنیم باید یک شغل داشته باشیم که همینا رو همین اوکیه. اما این هدف آفرینش ما نیست. هدف ما از بودن اینجا این نیست. هدف ما اینه که نور رو اعلام بکنیم، انجیل امروز رو اعلام بکنیم، نور باشیم در تاریکی امروز. نه اینکه خنثی بشینیم یه گوشه، خب من برای خودم ایمان دارم، خودم و خانوادم هستیم، خدا رو شکر، هللویا. باش تا بشه همونی هم که داری ازت گرفته میشه. چون اگر نشه کلام خدا دروغه. تو اگر در کم امین بمانی چیزهای بیشتر به تو داده میشه، اگر در کم امین نباشی همونی هم که داری ازت گرفته میشه.
حالا ما میخوایم چیکار بکنیم؟ من برام مهم نیست چند نفر باشن چند نفر نباشن، کی من رو ترک بکنه کی من رو ترک نکنه، کی از من خوشش بیاد کی از من بدش بیاد. من باید این کلام رو اعلام کنم و میکنم. شده تنهایی برم یه جا اعلام بکنم. تکلیف من معلومه. هر کسی باید تکلیف خودش رو بشناسه. چون اگر این کار رو نکنم و اگر این نباشه اصلا من فرزندی خودم رو انجام میدم، مثلا دست میدم. مسئله نیستش که خدا من رو رد کرده باشه و من فرزند خدا نباشم وقتی مشکل ها برام پیش میاد. مسئله اینه که دشمن داره تلاش میکنه من رو متوقف بکنه، تو رو متوقفت بکنه از کاری که خدا برای انجامش تو رو اینجا بود. فکر میکنید همینجوری شانسی شما به اینجا رسیدید؟ به 10 سال پیشتون 12 سال پیشتون نگاه بکنید ببین کجا بودید و امروز کجا هستید، از چه مسیری عبور کردید تا به اینجا. فکر میکنید همینجوری شانسیه؟ اتفاقی شده مثلا من و شما در این مقطع زمانی رسیدیم به همدیگه داریم راجع به این چیزا صحبت میکنیم؟ نه، یک هدفی پشتشه، یک فکری پشتشه. پیش از بنیان عالم خدا این رو مقدر کرده. پس باید تاکتیک های شیطان رو بشناسیم. چیکار میکنه؟ تلاشش رو میکنه چون نمیتونه روح خدا رو متوقف کنه، پس میاد که شماها رو بزنه. از موعظه مسیح سر مکشوف خداست میخونم. میگه اینهاش اینه، همینه، مسیح کلام، او کلام بود، او کلام هست و کلیسا میشود کلام. کلیسا کلام میشه. چجوری؟ توسط او که عروس رو جزئی از خودش ساخته و باز این کلامه، شخصا توسط او هویت یافته، ملکیت اونه، فقط و فقط از آن اوست، عروس توسط او فدیه شده، از طریق او، برای او و فقط برای او. درسته؟ و این چیزیه که شیطان بر ضدش داره چیکار میکنه؟ قرش میکنه. این چیزیه که مکشوف شده. خب شیطان بر ضد چه چیزی داره حمله میکنه؟ بر ضد چه چیزی داره قرش میکنه؟ حقیقتی که آشکار شده، ساده است دیگه. امروز برای ما باید واقعا ساده شده باشه دیگه، اینقدر شنیدیمش. توی زندگی شما، توی خونه شما شیطان برای چه چیزی داره غرغر میکنه و تلاش میکنه که تخریب ایجاد بکنه؟ حقیقت آشکار شده، چیزی که بهش ایمان دارید. با شما به عنوان یک شخص شاید مشکل نداشته باشه، اما کلامی که بهش ایمان دارید رو باهاش مشکل داره. پس تلاشش رو میکنه که تمرکز شما از اون برداشته بشه. چجوری؟ بیماری، مشکلات زناشویی، مشکلات اقتصادی، مشکلات کاری و حواستون جمع بکنید. پس باید بدونیم ما در چه جور جنگی هستیم و چه جور نبردی هستش. اگر یک بار ما بتونیم تمرکزمون رو، دیدمون رو از اون چیزهای جسمانی ورداریم و به یک بعد دیگه نگاه بکنیم، به اون رو بعد روحانی پیدا بکنیم، ببینیم که چه اتفاقی میفته، اون موقع متوجه میشیم. یه داستانی هستش، بعد ابراهام یک رویایی میبینه از جهنم. تو جهنم دختر آدمایی میبینه که صورتای آرایش کرده، موهای رنگای عجق و عجق و فلان اینا. بعد توی فروشگاهی دارن اون به نام جی سی پنی، حالا نه الانم هستن تو دوران مثلا فرض کن مثل آلدی شما، درسته؟ بعد ابراهام و خانومش رفته بودن اونجا خرید بکنن. یوهو خانومش تعریف میکنه، میگه که مثلا یوهو دیدم چهره بعد ابراهام برگشت. 2 زن لاتین حالا اسپانیایی یا چیز داشتن از پلا می اومدن بالا، اصلا دقیقا همون چیزی که بعد ابراهام توی رویا دیده بود، انگار همین 2 بودن. آرایش‌های عجق و عجق نمیدونم فلان. وقتی که شما با حقیقت همراه میشی، خدا بهت نشون میده، تو میتونی توی دنیا ببینی همه چیشو. درسته؟ درستید که جلو چشش داره اتفاق میفته. همه اون چیزایی که خدا بهش نشون داده و آینده اون زن رو داشت میدید که مسیرش کجاست، سرنوشتش چیه. چیزی بودش که در عالم چیز دیده بود دیگه،
خب زنش ازش میپرسه چت شده، مشکل چیه؟ بذار اصلا از رو بخونم. میگه که بهش گفتم مشکل چیه؟ بعد ابراهام گفت یه اتفاقی افتاد. بعد ابراهام تونسته بود ببینه که چه اتفاقی داره میفته و برگشت شد به همون جایی که بود و تونسته بود مشخص بکنه که تمامی نیروی شیطان بر روی زمین رها شده. در راجع به کی صحبت میکنه؟ در راجع به اون زنه صحبت میکنه. میگه اما تمامی نیروی شیطان روی زمین رها شده. خود زنه که نیروی شیطان نیست، روحی که در اونه نیروی شیطانه که باعث میشه اونجوری عمل بکنه. ببین خیلی باید دید من و شما رو باز بکنه. وقتی که یک چیزی میبینی، یک اتفاقی، یک حرفی به شما میزنه، یک رفتاری با شما میکنه، یک اتفاقی میفته، باید بدونی که از کجا داره نشأت میگیره، ریشه رو بشناسی. مسیح سر مکشوف خداست. بعد ابراهام میگه هویت یافته. شیطان داره برای این قور میزنه، کلام آشکار شده، حقیقت آشکار شده، وعده کلام فقط در عروس. پس چیه که شیطان ازش متنفره؟ مکاشفه عروس که از مسیح داره دریافت میکنه و اینکه کلام فقط امروز در عروس عیسی مسیح، هیچ جای دیگه نیست. اینه که ازش نفرت داره. کلام کیه حالا؟ کلام شخص عیسی مسیح دیگه، درسته؟ و کلام امروز کجاست؟ دوباره در عروسه. پس عیسی مسیح کجاست؟ عیسی مسیح فقط در عروسه، هیچ جای دیگه نیست. برای همینه که متی 24 به شما هشدار میده، میگن مسیح اینجاست، مسیح اونجاست، باور نکنید و نرید. درسته؟ میگه دو روح انقدر به هم نزدیک خواهند بود که اگر ممکن بود برگزیدگان رو هم فریب میداد. میگه اما چنان که نور از شرق تابیده تا به غرب لامع میشه، همچنین خواهد بود آمدن پسر انسان. پس به شما میگه چه چیزیه که مانع فریبتون میشه؟ مکاشفه پسر انسان. باز بگید چرا انقدر از پسر انسان حرف میزنید؟ هر جا اصلا مهم نیست راجع چه موضوعی صحبت کنیم، آخرش میرسیم به پسر انسان. ادامه میدیم. پاراگراف 610 میگه اونا جوابی ندارن. زمانی که عیسی اومد چرا اون فریسی‌ها جوابی نداشتن؟ اون گفت اگر من دیوها رو به انگشت خدا بیرون میکنم، شما چجوری اونها رو بیرون میکنید؟ اون به تنهایی ایستاده بود و کلیسای مسیح هم به تنهایی خواهد ایستاد. او با هیچ چیز دیگری در ارتباط نیست. اما او یعنی پسر خدا توسط خود خدا شناسانده شده بود، چون بدنی بودش که خدا درش ساکن شده بود و کلیسا هم توسط بدن او هویت یافته و همون اعمال رو داره انجام میده. عروس بدن اوست که حقیقت آشکار شده یک کلام موعود او در زمان آخر هستش و او و تنها او هستش که با کلام می ایسته. به خاطر همینه که شیطان داره اینجوری سر صدا میکنه. اون سازمان‌های عظیم یک چیزی رو شکل میدن، اما عروس هرگز به اون نخواهد پیوست. عروس به بالا برده میشه، اما عروس محدود نخواهد شد. اون الان قیام کرده با قدرت کلام موعود اثبات شده و آشکار شده برای او. چی داره میگه برادر ابراهام؟ یه تمام تلاششون میکنن که عروس رو ببندن، اما عروس رو بالا میره، چون قیام کرده در جایهای آسمانی، همین الان نشسته در مسیح عیسی. برای همینه که میگم جایگاهتون رو ببین. وضعیتی که شما دارید معرف جایگاه شما نیست. خب جایگاه شما در مسیح برتری داره در وضعیتی که شما الان درش هستید. ممکنه شما در یک وضعیت بسیار بدی باشید، اما جایگاه شما فرزند خداست. برگردید به یوحنا 4، زن سامری رو ببینید. یک فاحشه بود، اما وضعیتی که درش بود اصلا خدشه‌ای به جایگاهش ایجاد نمی‌کرد، چون جایگاه او یک فرزند فدیه شده خدا بود و به محض اینکه به کلام خدا مواجه شد و تشخیصش داد، همونجا فدیه شد و دیگه از اون وضعیت خلاصی پیدا کرد. پس جایگاه شما بسیار بالاتر از وضعیتی که الان درش قرار دارید. نذارید وضعیتتون فریبتون بده. نذارید شیطان از این وضعیت استفاده کنه شما رو پایین بکشه. موعظه اموری که در آینده هستن، پاراگراف 103 میگه یه بار مثل یه پسر بچه توی روستا بزرگ شده بود و هرگز آینه ندیده بود.
اومد خونه عمش یا خالش، همینجوری از پله ها رفت بالا، یه آینه رو دید، یه پسر بچه رو تو آینه دید، همینجوری ادامه داد، بالا رفت بالا رفت بالا رفت، براش 10 سکون داد، بعد دید اون یکی بچه هم داره براش 10 سکون میده، همینجوری این ادامه داد، نگاه کرد، هرگز تا حالا خودش رو تو آینه ندیده بود. انقدر وقتی که نزدیک شد، به اندازه کافی که نزدیک شد، گفت مامان این منم، مامان این منم. خب حالا چرا اینو میخونم؟ چه ربطی به ما داره؟ ما باید خودمون تو آینه کلام خدا ببینیم، بگی مامان این منم، این منم. آینه کلام خدا. پس باید متوجه بشیم که این منم، چیزی که پولس تعلیم داد منم، چیزی که عیسی تعلیم داد و ازش عبور کرد، مصیبتایی که کشید منم، عیسی که قیام کرد در اون قیام منم، عیسی که شفا رو برای من آورد اون شفا منم، عیسی که گفت من و پدر یک هستیم اون من و پدر یک هستیم منم، تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده منم. چون منم که پسر خدا، منم که در او بودم پیش از بنیان عالم در اون بدن تئوفانی. اگر نتونی باز برمیگردیم به اون حقیقت ملموس. اگر خودتو نتونی تو اون آینه ببینی، برات هیچ ملموسیتی نداره، حقیقتی نیست. تو خونه هاتون عکس خانوادگی دارید دیگه رو دیوار، درسته؟ اگه تو اون عکس نباشی به چه معنیه؟ عضو خانواده نیستی، درسته؟ من تو عکس خانوادگی شما نیستم، شما عضو خانواده نیستم، درسته؟ به همین سادگیه. و خودتو تو عکس خانوادگی خدا ببینی و این بدون مکاشفه غیر ممکنه. میتونی راجع بهش صحبت بکنی اما فقط اطلاعاته. فریسی‌ها دیشب خوندیم دیگه، گفتن آقا ما یه پدر داریم که خداست، اما کلام بهشون گفت چی؟ شما از پدر خودتون ابلیسید. اطلاعات داشتن اما مکاشفه نداشتن. اطلاعات بدون مکاشفه اونا رو به فریب برد. دوباره از موعظه مسیح سر مکشوف خداست میخوام. من دیگه دارم تون رد میشم که بیشتر از اینم طولانیش نکنیم، امروز بتونیم تمومش کنیم. پاراگراف 233 میگه نگاه کنید مسیح در شما او رو میکنه مرکز حیات مکاشفه. میبینید حیات مسیح در شما اون رو میکنه مرکز مکاشفه. مسیح در کتاب مقدس رو میکنه مکاشفه کامل مسیح. حالا مسیح در شما مکاشفه کامل همه چیز، همونیه که چیزی که خدا داره تلاش میکنه که انجام بده. پس تولد تازه چیه؟ شما شاید بگید خب بعد ابراهام تولد تازه یعنی چی؟ این مکاشفه عیسی مسیح برای شخص شماست. پس تولد تازه چیه؟ مکاشفه عیسی مسیح برای شما شخصاً. کدوم عیسی مسیح؟ دیگه به اندازه کافی صحبت کردیم راجعش دیگه، درسته؟ پس خدا داره چیکار میکنه؟ حیات رو برای ما برمیگردونه، داره ما رو برمیگردونه به اون شرایط باغ عدن. اصلا همه داستان همین که ما به اون وضعیت برگردیم دیگه. چیزی که در تمام کتاب مقدس خدا در صدد انجامش بوده اینه که ما رو برگردونه به اون شرایطی که داشتیم و تمام ابواب جهنم بر ضد این مکاشفه است. میتونی بری راجع به تسلیث صحبت بکنی، میتونی بری راجع به یگانه انگاری صحبت بکنی، میتونی بری سراغ دیگران، میتونی هر جایی که دلت میخواد بری. شیطان با هیچ کاری نداره، تشویقت هم میکنه. اما مکاشفه‌ای که تمامی جهنم بر ضدشه و داره الان میجنگه اینه که این مکاشفه اینه که این عروسه که مکاشفه رو داره، عروسه که کلام راستین رو داره و فقط عروسه که با کلام هماهنگه و کلام رو میشناسه و مسیح رو میشناسه. هیچ کس دیگه ای نمیشناسه. برای چی؟ چرا عروس فقط میشناسه؟ چرا فقط کلام در عروسه؟ چرا عروسه که فقط مکاشفه رو داره؟ چون خدا در بدن عروس ساکن شده تا اون چیزی رو که در باغ عدن از دست رفته بود رو اینجوری احیا بکنه، ما رو برگردونه به اون شرایط یک بودن با خدا، تا بر همه چیز که شیطان در باغ عدن شروع کرد به کاشتن غلبه پیدا بکنیم. و زمانی که شما پیش میاد، زمانی که شما انجیل رو اعلام میکنید، زمانی که نور شما میتابه،
چه اتفاقی میفته؟ یک تخمی کاشته میشه، تخم کلام. و این تخم کلام چیکار میکنه؟ سلطنت شیطان رو مختل میکنه. پس باید بر ضد شما باشه، باید بر علیه شما باشه. دوباره از مسیح سر مکشوف خداست میخونم. میگه همون پاراگرافی که خونیم 233 میگه مسیح در شما اون رو میکنه مکاشفه کامل خدا، کامل همه چیز، کاری که خدا داره انجام میده. مسیح در شما میکنه اون رو مکاشفه کامل همه چیز. پس میبینیم که خدا داره چی کار میکنه دیگه. نه اینکه شما عضو یک کلیسا شدید، با یکی دست دادید یا یک کار متفاوتی کردید، یک اعتقادنامه رو خوندید، شما وعده دادید که با یک سری قوانین زندگی کنید. نه، بلکه خود مسیح، کتاب مقدس، اون کلامه و کلامی که آشکار شده برای شما. و مهم دیگه نیستش که دیگران چی بگه، چی کار بکنن، چه اتفاقی بیفته. مسیح، شبان شما مسیح، کاهن، هر چیزی که باشه مسیح در شماست. و این مکاشفه که کلیسا برش بنا شده. حالا بریم به اول یوحنا باب 4 کنم دیگه. این آخرین آیه هستش که با هم میخونیم. 10 دقیقه دیگه من وقت بدید. آیه 1 و 2. ای حبیبان، هر روح را قبول نکنید، بلکه روح‌ها را بیازمایید که از خدا هستند یا نه، زیرا که انبیای کذبه بسیار به جهان بیرون رفتند و به این روح خدا را میشناسیم. هر روحی که به عیسی مسیح مجسم شده اقرار نماید از خداست. پس تمام جنگ روحانی، تمام نبرد روحانی همینجا تو آیه 2. هر روحی که به عیسی مسیح مجسم شده اقرار نماید از خداست. اما همشون که مدعی مسیح هستن، عیسی که در جسد ظاهر شده. اما چجوری؟ شخص دوم تثلیث، اون عیسی که شخص پدر خودشه، عیسی که یک فرشته است، عیسی که یک حکیمه. همه اینا دارن از عیسی ظاهر شده صحبت میکنن. اما کدوم اینا رو کتاب مقدس تایید میکنه؟ نبی اثبات شده به ما چی میگه؟ دوباره بخونیم از آیه 2. و به این روح خدا را میشناسیم. هر روحی که به عیسی مسیح مجسم شده اقرار نماید از خداست و هر روحی که عیسی مسیح مجسم شده را انکار کند از خدا نیست. و این از روح دجال که شنیده اید که او میآید و الان هم در جهان است. ای فرزندان، شما از خدا هستید و بر ایشان غلبه یافته اید. نه اینکه خواهید یافت، حالا ببینیم چی میشه، شاید بشه یا نشه. یافته اید فعل گذشته است. زیرا او که در شماست بزرگتر است از آن که در جهان است. دیگه من نمیدونم چجوری باید کلام به ما بگه. از موعظه بزرگترین نبردی که تا به حال جنگیده شده، فکر کنم مناسب هم باشه دیگه با عنوان پاراگراف 62 میگه خیلی بزرگه. اولین نبردی که جنگیده شد در آسمان بود، زمانی که میکائیل و فرشتگانش بر ضد لوسیفر و فرشتگانش جنگیدن. این شروعش اول در آسمان بود. پس گناه شروعش و مبدأش در زمین نبود، بلکه در آسمان بود و بعد از آسمان به زمین انداخته شد. از آسمان اخراج شد، بیرون افکنده شد و به روی زمین انداخته شد و بر بشر افتاد. و بعد تمام بشر از فرشتگان شد نبرد بشریت و شیطان میاد تا خلقت خدا رو از بین ببره. اون چیزی رو که خدا درست کرده رو، خلق کرده رو از بین ببره تا برای خودش باشه. شیطان میاد تا این رو از بین ببره. این هدفشه. هدفش اینه که نابود بکنه و بعد نبرد اینجا بر روی زمین شروع میشه و در ما شروع میشه. درسته؟ پس دیگه میبینیم که داستان چیه و از کجاست. نبرد کجاست؟ پس روی زمینه. کجاست؟ در ماست. محوریتش چیه؟ مکاشفه کلام. مکاشفه کدوم کلام؟ مسیح این دوره. جنگ اینجاست. رومیان باب 16. ما اگه بخوایم ادامه بدیم قشنگ 2 جلسه دیگه داریم، ولی دیگه همینجا من میبندمش. انقدر متریال هست که. رومیان باب 16 آیه 21.
آیه 20. و خدای سلامتی به زودی شیطان را زیر پای شما خواهد سایید. فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد. درسته؟ اون عبارت باش خواهد سایید، عبارتی که در چیز استفاده شده در زبان یونانی سونتریبو هستش، یعنی که تیکه تیکش میکنه، خوردش میکنه، لهش میکنه، یعنی نابودی کامل. به قول خودمون خورد و خاکشیر شدن. پس جای تعجب نداره که شیطان انقدر با شما مشکل داره، بر علیه شماست، به شما حمله میکنه. عجیب نیست، چون دیدید یک شکار وقتی میکنن زیر پاس پاشونو میزنن روی شکار، درسته؟ عکس میگیرن، یعنی من غالب شدم. این حالتی که باید اتفاق بیفته و نابودی کامله، به خاطر اینکه این کلام وعده است، وعدهش در کلام داده شده و اون از بین خواهد رفت و برای اینکه مانع این کار بشه تمام تلاشش رو میکنه تا قبل از اینکه از بین بره شماها رو از بین ببره. پس حواستون باشه از کجا داره میاد تمام این اتفاقا. حواستون باشه منشأ تمام مشکلاتتون چیه و کجاست. حواستون باشه که وقتی که 1000 تا اتفاق میفته برای چیه. بدونید میدان نبرد کجاست. درگیر حاشیه نشید. تمرکزتون رو میدون اصلی جنگ بذارید. سر پا بیستیم و با هم دعا کنیم. ممنونم از توجهتون. عذرخواهی میکنم که کمم طولانی شد. خداوند عزیز حی ابدی شاه جلال، تو رو شکرت میکنیم، سپاسگزاریم از تو برای فرصتی که داشتیم. میخوایم که خداوندا کلامی که کاشته شد رو تو به روح القدس آبیاری کنی تا ثمره نیکوی ایمان رو در ما به بار بیاره و خداوندا ما رو به تو نزدیک و نزدیکتر کنه. ممنونم برای عزیزانم که خداوندا علیرغم خستگی که داشتن خداوندا نشستن و به کلام تو گوش کردن. میخوام که خداوندا کلام رو در اونها آمین کنی ای پدر و عطا کنی تا هر کسی سهم خودش رو از این کلام دریافت کنه. همه رو به دستان تو میسپاریم، در نام عزیز عیسی مسیح هست میطلبیم. آمین.